عنوان میکنم که شاید قبل از فردوسی این شعار این که چو ایران نباشد تن من مباد در فکر همه بوده، ولی تجزیه تحلیل مختصری بکنیم. شاه سلطان حسین تاریخی که 3000 سال طول دارد، ایدئولوژی های ملی، اونم با این زبان و این کلمات، نمیتوانه به این زودی در سر کسی برود و نمیتوانه به این زودی از سر کسی خارج بشود. زمان کوروش، زمان داریوش، زمان ساسانیان، اراده قوی، قدرت نظامی، آن را به حد اعلا در زمان کوروش و داریوش میبینید، و اراده ضعیف یا تشتت را چند سال بعد در زمان خشایارشا میبینید. ضعف فرماندهی و تشتت و مصمم نبودن باعث شکست لشکریان قوی‌تر ایران شد. یک نمونه زنده دیگر دلخراش شاه سلطان حسین که در پایتخت خودش محاصره شد، ولی چند سال بعد نادر به قول خودش به سر شمشیر فتوحاتی کرد که حداقل خیره کننده بود. ضعف نظامی در جنگ بین‌المللی اول و دوم باعث اشغال این مملکت شد. جنگ بین‌المللی اول برای اینکه اصلا حکومتی نداشتیم، نه فقط از خارج از تهران یک داستان هم مضحک و هم اسف انگیزی بود، بلکه در خود شهر تهران موقعی که تاریک میشد و غروب میشد، حکومت از دست دولت سپرده میشد به دست برازل و اوباش، و در درآوردن چاقو و استعمال چاقو از دیگری یک قدر سریعتر و یک قدر جسورتر. در جنگ بین‌المللی دوم همینطور خوشباوری ما به حقانیت نظر و سیاست و عمل خود ما کافی نبود که منافع دیگران را از تخطی و تجاوز روشن و خشن، ولی در جای دیگر گفته بودم که این ماجرا دیگر تکرار نخواهد شد. یکی این که وسایلی ما خوشبختانه داریم فراهم میکنیم که بتوانیم از این آب و خاک دفاع کنیم. اگر زورمون نرسید، این آب و خاک را سالم و دست نخورده به کسی تحویل نمیدهیم. نه فقط باید از روی اجساد ایرانی گذشت، ولی به فرض عبور از روی اجساد ایرانی غیر از ویرانه‌ای چیزی باقی نخواهد ماند که هدیه متجاوز به ایران باشد. و چه بسا این اراده و تصمیم مانع از تجاوز و دست زدن به این مملکت بشود، به خصوص که سیاست مستقل ملی ما امروز وضع ما را طوری کرده است که همانطوری که در چند روز پیش در خطابه افتتاحیه مجلسین گفتم، ما با همه ممالک دنیا روابط خوب یا بسیار نزدیک داریم، مگر یک مملکت یا احیانا کسانی که بخواهند وارث کلونیالیسم یا مرده یا در حال نزع و به هر صورت سیاست و بساطی که دارد از دنیا برچیده می شود بخواهد وارث یا ادامه روی اون سیاست باشد. و به خواست خداوند الان به اندازه کافی قادر هستیم که با چنین سیاست‌های مقابله بکنیم. اگر سرآمد نباشد، ولی به نسبت وسیله‌ای که به شما میدهند از لحاظ دانش نظامی، از لحاظ کوشش نظامی، از لحاظ آموزش نظامی، روی چو ایران نباشد تن من مباد، امروز این حرف فردوسی حرف کاملا با مسمایی است، تعارف نیست و عقیده باطنی میتوانم بگویم تمام این ملت است. البته من توصیه میکنم که هر فردی در هر مملکتی که زندگی میکند شعارش شعار وطن پرستی باشد و همین شعر فردوسی را به هر زبانی ترجمه بکند و بگوید. ولی برای ما ایرانی ها که همیشه این حرف را باید تکرار بکنیم، یک مقایسه کوچک هم بد نیست. ایرانی که امروز میگوید چو ایران نباشد تن ما مباد، با ایرانی که 300 سال پیش این حرف میزد چه تفاوتی دارد؟
میگذرم از اینکه 300 سال پیش دوره انحطاط ایران مصادف بود با دوره ترقی مغرب زمین و دوره انحطاط ایران متاسفانه زیاد طول کشید و ما به چه حدی رسیدیم، ولی راجع به ایران امروز حرف میزنم و ایران فردا. ما فقط محض نمونه یکی از استانهای این مملکت را میگیریم.